در خیابان مرکزی دوشنبه دهها ترمینال پرداختی حق تلفن از فعالیت باز ماندند. مشتریان ناچار به مرکزهای خدمترسانی شرکت‌های مبیلی تیسل، بیلاین و ویلان و میگافون نوبت می‌ایستند تا پول تلفنشان را پردازند. ما جامعه اوچیره دا ایستادیم که باید شاد بگذارونیم در تلفن‌ها شاد بگذارونیم. چی نشیست اوچیره نمیرسه ما که ما بگذارونیم. سبب قطع کار ترمینال‌ها یک قرار حکومت است که ماه اپریل قبول شد و بر اساس آن گرفتن فایز از پرداخت‌ها از طریق ترمینال‌ها ممکن نیست. بر طبق یک قرار حکومت تاجیکستان از 30 اپریل سال 2016 صاحبان ترمینال‌ها نباید هنگام قبول پرداخت‌ها از مردم فایز ستانند. آژانسی ضد انحصاری میگوید که صاحبان ترمینال‌ها برخلاف این قرار عمل کردند که پامال کردن حقوق مشتریان است. صاحبان ترمینال‌ها از هر پرداخت از 3 تا 10% حق می‌گرفتند و میگویند در صورت نگرفتن حق کار نگه داشتن ترمینال بر زیانشان است. بسیار اون خراجاتایی که صاحبکار انفرادی میکند یعنی پورا با یعنی خراجاتاشو پورا به عمل نمیگرداند. ما با صاحبکار انفرادی همش واخوردم گفتن که از سبب که از 3% رو یعنی اون حق خدمتی که گرفته میشد از من شدگی است یعنی با ما غیر امکان است کار رو دوام کردن. شرکت‌های مبیلی وضع را شرح ندادند ولی میرزا رحیموف میگوید گفتگو با این شرکت‌ها برای حل مسئله ادامه دارد. یعنی ما باید پیشنهاد کردیم که حق خدمتی که مکافات پولی که برای حق خدمت گذراندن رو به ما میتید کمی از نظر دیگرگون کند یعنی بلندتر بردارد از سببی که دیگر ما فایز ای مشتری گرفته نمیتوانیم. یعنی البته شرکت مبیلی راضی شد وزیرش با ما گفت و شنید داریم گفتن که البته با روزهای نزدیک این مسئله را مدیده میبریم. در تاجیکستان تقریباً 4000 ترمینال وجود دارد که برای پرداخت پول تلفن، خدمت کمونالی و جریمه برای رعایت نکردن قاعده‌های راه استفاده می‌شدند.